درود بر شما. همونطور که قول داده بودم اگه از من درخواست کنید یک ویدیو آموزشی بسازم، این ویدیو رو میسازم و روی کانال یوتیوب و تلگرام قرار میدم. خب سوالی که این بار از من پرسیدن اینه که ما یه برنامه بنویسیم با سی شارپ تو محیط کنسول، یه مربع بکشه با حلقه فور و در مرحله بعدی به وسیله یه حلقه فور دیگه اون مربع رو حرکت بده. خب بریم ببینیم چه کار باید بکنیم. خب این صفحه ویژوال استودیو مونه، اونجایی که ما کدمون رو میخوام بنویسیم. دیگه مراحل ساخت پروژه جدید رو من ضبط نکردم دیگه. اینجا رو دیگه کار خیلی ساده ایه. باید یه پروژه جدید از نوع کنسول بسازید به زبان سی شارپ. همین. خب اینم البته من اینجا یه تغییری دادم. write line hello world console.writeline hello world. این کنسول یکی از کتابخانه های سی شارپه که از کتابخانه کنسول ما داریم متد write line رو اجرا میکنیم. به این میگن کال. یعنی این write line یه فانکشنه که ما داریم این رو اجرا میکنیم، یعنی داریم کال میکنیم، صدا میکنیم. خب با یه پارامتر به این ورودی های این تاب هم میگیم پارامتر، با یه پارامتر از نوع رشته ای. خب اینا رو دارم میگم که اصولی هم بدونیم اینجا چه اتفاقی داره میفته. نتیجه چی میشه؟ وقتی که میگم من کنسول رایت لاین هلو ورد، این هلو ورد ببینید تو دوتا دابل کوتیشن، یعنی یه رشته است، مثل یک متنه، مثل یک پیامه. و وقتی که برنامه اجرا میشه منتظریم بیاد. ببینید این صفحه کنسوله، صفحه کنسول. اگه نگاه کنید این هلو ورد این بالا تو خط اول نوشته شده. صفحه کنسول صفحه‌ایه که فقط کاراکترها روش نمایش میده، صفحه متنیه نه صفحه گرافیکی. یه سری متن رو با یه سری رنگ ما فقط میتونیم روش بنویسیم. حالا ما با این console.writeline میخوام یه مربع بکشیم به وسیله حلقه فور. خب من این خط رو پاک میکنم و به جای رایت لاین هم میخوام از رایت استفاده کنم. فرق رایت با رایت لاین چیه؟ رایت دیگه نمیره خط بعدی. مثلا اگه من مثلا هلو ورد، همون بعد از اون علامت تعجب میمونه و دیگه نمیره خط بعدی. ولی وقتی بنویسم رایت لاین، اینی که اینجاست مینویسه میره خط بعدی. من از رایت میخوام استفاده کنم چون میخوام یه مربع بکشم. ساده ترین با رایت لاین هم میشه مربع کشید. بذارید با رایت لاین بکشم. چجوری؟ فرض میکنیم ما یه مربع مثلا 5x5 میخوام بکشیم. خب باید به وسیله کاراکترها بکشیم دیگه. من از این کاراکتر هشتگ استفاده میکنم. 5 تا کاراکتر هشتگ. خب حالا من باید 5 تا از اینا رو زیر هم بکشم دیگه. درسته؟ پس میگیم for i مساوی for int i مساوی 0 i کوچیکتر از 5 بود i پلاس پلاس. خب ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. خب من گفتم 5 بار آی اول 0، آی تا کوچیکتر از 5 یکی یکی اضافهش بکن، یعنی 5 بار این اجرا میشه. ولی وقتی من اینو اجرا میکنم 5 تا مربعی زیر هم میکشه. ببینید و این باعث میشه که حالا اون قسمت اول پروژه ما که میخواد یه مربع توی سی شارپ بکشه تکمیل بشه. حالا ما باید یه خورده تغییرات بدیم. خب اینجا اگه توجه کنید، من اگه زوم اگه بزنم، بذار اینجا بزنم که دارم زوم میکنم. خب بهتر شد. خب اگه اینجا توجه بکنید ببینید 5 بار اون متنی که ما نوشته بودیم، یعنی 5 تا اون علامت هشتگ زیر هم آورده شده
و حالا این چون شبیه مربع نیست، چون که اینا طول و عرضشون با هم مساوی نیست دیگه، برای همین شبیه مستطیل شده جای مربع. حالا نگاه میکنم اگه 3 بار بکشم این شبیه مربع میشه. یعنی به جای اینکه بگم این حلقه فورمون 5 بار تکرار بشه، میگم 3 بار تکرار بشه. اجرام که میکنم این دفعه میبینید بیشتر شبیه مربع شد. البته میتونستم این مربع رو به وسیله حلقه تو در تو هم بکشم، یعنی بگم یه دونه اینا رو بکشه، ولی خب هزار جور راه حل هست برای یک مسئله. خب الان بیشتر شبیه مربع شد. خب حالا مسئله بعدیمون اینه که این مربع رو حرکت بدیم. خب ایده چیه؟ ایده اینه که من یک سری فضای خالی قبل از این مربع رو بکشم. همین مثلا بگم اولی مربع رو بکشه، بعد یه دونه اسپیس پشتش بذاره بکشه، بعد یه اسپیس دیگه پشتش بذاره بکشه، همینجور تا آخر، تا وقتی که مربع رسید اینجا. تا وقتی که مربع رسید ته بگیم آقا اسپیس ها رو دوباره حذف کنه، دوباره از اول. یا اینکه نه، یه حلقه فور بذاریم بکشه تا اینجا و برنامه تموم بشه. این ساده ترین حالتشه. خب من الان قبل از اینکه شروع کنم به نوشتن پیاده سازی اون حلقه فور دوم که باعث حرکت میشه، میخوام اول این حرکت رو یه جوری پارامترایزش کنم. یعنی چی پارامترایزش کنم؟ یعنی بیام مثلا یه استرینگی تعریف کنم به اسم spaces. اول از همه این استرینگ رو خالی بذارم. خب من میخوام این spaces رو هی اضافه کنم دیگه، اون فاصله ها رو اضافه کنم. مثلا فرض کنیم من 2 تا اسپیس میخوام بذارم. میخوام قبل از این رایت لاین spaces رو بذارم، spaces به علاوه بعد از اینکه اسپیس ها رو گذاشت حالا اون مربع رو بکشم. ببینیم چه اتفاقی افتاد. بذار من یه ذره زیاد کنم. ایده الان اینه که به وسیله اسپیس ها ما اون مربعمون رو حرکت بدیم. خب وقتی که اجرا میشه میبینید حالا مربعمون رو یه خورده جلوتر میکشه. ببینیم وقتی که اجرا شد میبینید مربع رو یه خورده جلوتر کشید. پس ما ایدمون اینه، این اسپیس ها رو خالی میذاریم و یه دونه این اسپیس ها رو زیاد میکنیم که بعدش این هشتگ ها رو مینویسیم که حالت حرکت توی مربع ایجاد کنیم. خب بریم ببینیم تا الان که درسته. یعنی ما اول اسپیس رو باید خالی بذاریم. میتونیم بگیم که for j مساوی 0 j کوچکتر از 40 بود، میخوام تا 40 تا حرکت حالا بره. j پلاس پلاس. خب این حلقه دومی که مربع رو میکشه رو میذاریم داخل این حلقه، یعنی 40 بار الان اینجا ما یه اینت بذاریم 40 بار الان این مربع رو میخواد بکشه. قبل از اینکه مربعمون رو بکشه ما باید صفحه رو پاک کنیم که هر چی قبلا کشیده شده پاک بشه. بنابراین از دستور از کلاس کنسول کلیر رو انتخاب کنیم. این وقتی متد کلیر اجرا میشه هیچ ورودی هم نداره، کل اون کنسول رو پاک میکنه. حالا مربعمون رو بکشه چیکار کنه؟ اسپیس ها رو با بقیه چیزا رو که کشید این دستور فور مربعمون رو میکشه. و در نهایت خب این الان ما باید به اون اسپیس هامون یه ذره فاصله اضافه کنیم. میگیم spaces مساوی spaces به علاوه یه دونه فاصله. خب این چیکار میکنه؟ اول یه مربع میکشه، بعد یه دونه اون فاصله ها رو زیاد میکنه، صفحه رو پاک میکنه، یه مربع دیگه میکشه، انگار که این مربع ها
یه دونه میان به سمت راست. خب اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. خب ببینیم که آیا چیزی میبینیم یا همه چی انقدر سریع اتفاق میافته که حالا من نمیدونم تو فیلم افتاد یا نه، یک حرکت خیلی سریع اتفاق افتاد. ببینید من دوباره اجرا میکنم. وقتی اجرا میشه از سمت راست این به سمت چپ به راست حرکت. خب این حرکت خیلی سریعه. ما بخوایم اگه این حرکت و سرعتش رو ذره کم کنیم میتونیم از یه دستوری استفاده کنیم. این دستوری که من میگم یه مقداری وقفه ایجاد میکنه. حالا از کلاس ترد اسلیپ رو انتخاب میکنیم. ما اینجا به میلی ثانیه، یعنی هر 1000 تاش میشه 1 ثانیه. مثلا میگم 200 میلی ثانیه تو اینجا بخواب. این باعث میشه که اون سرعت اون حرکت مربع کم بشه، چون هر دفعه که حلقه داره اجرا میشه این 200 میلی ثانیه متوقف میشه. حالا ببینیم نتیجه چی میشه. الان سرعت حرکتمون یه خورده آرومتر میشه، چون هر دفعه که مربع داره کشیده میشه بعدش 200 میلی ثانیه توقف ایجاد. خب میبینید البته خیلی شاید کند به نظر برسه ولی خوبه. خب ما یه بررسی کامل روی این 10 خط کد 11 خط کد بکنیم و این ویدیو رو به اتمام برسونیم. اول اومدیم یه متغیر استرینگ تعریف کردیم، مقدار اولیش هم خالی گذاشتیم. بعد اومدیم یه حلقه ای رو گفتیم 40 بار این حلقه اجرا بشه. تو هر بار اجرا، یعنی تو هر فریم از اجرای این، خب اول من کل کنسول رو پاک کردم، بعد به وسیله این حلقه فور یک مربع کشیدم، بعد اومدم اون اسپیس ها رو، این فضا رو یه دونه زیاد کردم. خب حالا اون حلقه فوری که باعث کشیدن مربع میشه چیکار میکنه؟ میاد 3 بار این خط رو میکشه که این باعث میشه که یه چیز شبیه مربع کشیده بشه. اما قبل از اینکه این خط رو بکشه اون اسپیس ها رو میکشه. بنابراین ما وقتی این اسپیس ها رو دونه دونه زیاد میکنیم این مربع دورتر کشیده میشه. برای همین وقتی که این اتفاق پشت سر هم و فریم فریم میفته ما احساس میکنیم که این مربع داره از سمت چپ به راست حرکت میکنه. خب امیدوارم که این آموزش مفید باشه و ازتون خداحافظی میکنم تا سال بعدی. خدا نگهدار.